و من که از پیدا شدن این غول خیلی ترسیده بودم و نفرین آن مادر بیچاره را در مورد خودم اجابت شده می‌دیدم، و اولین خواستگاری که بعد از این غول از راه رسید جواب مساعد دادم که در شب عروسیم در یک لحظه غفلت همراهانم در راه مشاطه‌خانه این غول مرا دزدید و جادویم کرد و به عقد خود درآورد و طلسم مرا در کنار شیشه عمر خودش در دل غاری در دل کوهی قرار داده که من هرگز نتوانستم نشانی آنجا را بیابم، اما خودش گاهی پرواز کنان و نفیر کشان به آنجا می رود و باز می گردد. اکنون 5مین سالی است که من اسیر دست این عفریت سیه دل هستم، هرچند می دانم به خاطر آن دل شکستنها و نابودی و مرگ آن همه پسران جوان که عاشق من بودند به چنین عقوبتی دچار شدم و تا آخر عمر هم باید اسیر این عفریت سیهکار و چنین اهریمن بدقلبی باشم. اما برای تلافی در صدد گرفتن انتقام از او هم هستم. 2 برادر با تعجب پرسیدند: ممکن است بگویی چگونه داری از این غول بیشاخودم که تو را اسیر و گرفتار کرده انتقام میگیری؟ زن زیباروی بصیرت جواب داد: این غول بیشاخودم خواب بسیار سنگینی دارد. وقتی به خواب می رود تا فردا همان وقت از خواب بیدار نمی شود، مگر اینکه من شاخ خشکیده ای را داخل گوش چپش نمایم. در آن صورت هراسان از خواب می پرد. من برای گرفتن انتقام از این غول بیشاخودم وقتی که او به خواب می رود که معمولاً هر 3-4 روز یک بار است، با مردان بیگانه که در ساعات خواب عفریت سر راه هم قرار می گیرند معاشر و همنشین می شوند. این مردان هر که می خواهند باشند. در پایان معاشرت و نشست خود با آنها هم یک انگشتری از ایشان به یادگاری می گیرم و همانطور که دیدید انگشتری های ستانده و بریسمان کرده هم 570 عدد است که امیدوارم 571 و 572می‌اش را از شما در 2 نفر که فکر می کنم برادر هم هستید بگیرم. 2 برادر یعنی شاهزمان و شهرباز از شنیدن حرفهای آن زن به ظاهر زیبا اما عفریت صفت آنچنان به خشم آمدند و از پیشنهادش به قدری شرمگین شدند که توقف در آنجا را جایز ندانستند و به راه خود ادامه دادند. قدری که جلو رفتند شهرباز به برادر بزرگتر خود شاهزمان گفت: وقتی از ماجرای خیانت این عفریت در حق شوهرش باخبر شدم دریافتم که غم و اندوه من و تو در برابر بدبختی و فلاکت آن غول بیشاخودم